من دست شکر هستی تو جیگر هستی پر و بالک میزنی به مثل کفتر هستی دینگ نانی نینگ 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 برد خدا برد خدا بگی تو بگی تا بگی دلم در گرفته از دستش بردار بیا ایسو میگفتم سلو بدوان تو نکمر بودی نه جان برم دکت که ما کدی دکت که ما کدی ما تا اینجا چیز نگفتیم خب صدایت نکشی با جان مادر میگه چرا نه میگه خوبش هستی میگه چرا صبر کو بگی پایشه بگی او پایشه بر ما بده مرا این پایشه بده بر ما تو چپلی داری بلا صبر بگی رومه میلا از دستت کفتیستم همه قسم داری وری میکنی ایسو گوتش کن دلکم یخ کرد همه قسم داری وری میکنی چطورت سکت که ما کردی زار ما را کفاندی تو اینجا زار ما کفید باور کنی که رقم تو کفتی سرازی بودم زار ما را کفاند سکت که ما کردی رقم دریوری را ما چی قسم کنم اوه تو ندیدی کشتمو کمرمو درد میکنه باش که من اینجا استاچم بگم سلو نمیگم موتر زیر پای من بیادر از موجه تامیج یک رقم آمدن که نه جمپ میگیره نه جوله میگیره بیادر از موجه میگه بوتر تسلیم نکرده دلم بایسکلم دلم تیز میدونم دلم سلو میدونم دلم پنچر میدونم دلم کتبات میدونم یک شما هیچ غرض نیست یکی خانه تکونی که دیره موتر بخی نفس ما را کشی خانه تکونی شده نه با خاطر که قیل کردم موردم موتر زد ما گفتیم مینمو تو قیل کردی دیم گفته که دلم برام خبر داریم که موتر کمونی بود دیگه سلو آمد بره خب نوش جان شما سنگین چو جان شروع کو بخیر خیلی بچه ها یک کار میکنیم که خدا کنه خب بیا رافع جان به نمایندگی کل شما من سلام علیکی میکنم به خاطر از اینکه این بعض دوستان میگه بیادر شما که وقتی کلتان یک نفر سلام علیکی میکنید ما این دقیقه وقت بیادر سلام علیکی شما میگم دوستای نازنین سلام برسه بر تک شما انشالله که جور و صحتمند و سر حال باشین در هر کجای دنیا که هستین دیگر از شما را خوش آمدید میگم به یک سفر تازه ما بخیر به طرف بغلان قندوز تخار این که دیگه کجا میریم دیگه دوستای نازنین شما بینیده باشین خدا را شکر که شما دوستا را با خود می داشته باشیم بازم دوستا خوش آمدین بسیار هم یک سفر طولانی داریم بسیار هم برنامه نو و تاپ تقدیم شما اجرا میکنیم که این ببینین از خنده گردایتان بگیره به خاطر ببخشید برو دیگه این قاسمی جانم که ترک کردیم دوستای نازنین به خاطر از این ترک کردیم که دنیمی رو هم موتر دم جان راست قدم موتر باور کن نفس ما را کشید نماند ما که دم یک جای راحت آرام بیم از من اینا من یک رقم حالت مرا جور کرده بود که هیچ پرسان نکنم بابا جان من آخر اومدم در جان باید گوش کشم زبانشم یار جمع میدونم خیلی زبانهای میدان قاسمی جان چی کردی لالا چطور هستی قاسمی بگیرنش یک گفتنی دارم کال دل دوستا چیزی نکرده وطندارای نازنین وقتی که ما حرکت میکردیم بخیر بیایم می طرف استاد جواد سیل نکو سیل باش استاد جواد موتر اگر به قاسمی جان تسلیم کرد
گفت که برو دیگه تو دی سفر موتران توستی. یار از اونموجه تا این میشه من فکر میکنم 5 کیلو گوشت از دست دادم. نه کمر مان، نه گرده مان، نه پای مان، نه ران مان، نه شانه مان، نه گردن مان. یارو بیخی اوضاع ما را به حدش خراب کرده. ما در موتر گفتم ببخشید لالا. ما در موتر این بچه‌ها رو گفتم چشمکشان کردم گفتم تا شدیم. اینمی تو یک تکاندن میکنیم. حالا یک سوال ما از قاسمی دارم. قاسمی جان دسترک پخته خوب کل اردو موتر در یک سرعت میامد. دمی خامه که گت شدیم کجا شدی تو؟ امی سرک خامه را کس کنترل کنه میتونه؟ چرا نمیتونه برک زیر پای؟ سکو ما برات میگم یک جنپ شتر است یک جنپ شتر. خدای تا شکر که تو اینجا سلامت هم آوردمت. برو بچه تو الان دیگه سلامت زور نمونده. بگو استاد سنگشو. از اونجا پرسانش کردیم از این خامه که از این پخته که دمی خامه رسید گفتم او بیادر یک کمک جمپا رو بگی گفت نکو که دمی خامه تو یک رقم بیادر گفت موتر دوانی مزه میته کیا خدا مال مردم دل بگم یا ما شما را جزا داد جو کرد ما شما هم جزا دادیمش که دیگه این کار نکنی یک ذره دوستا قاسمی جان که یگان کار نه و بیتیش دیگه با سوی هوایی میشه یک ذره هوایی شده بود امروز دیگه پس ما زمینی ساختیمش دوستا دیگه همت میریم یک شروای جانانه اونو سونت سبزه و چمن است همونجا جور میکنیم یک شروای چی میگن سالنگی چارکوری تند تیز بچه‌هاش که ما را هم تایید میکنیم بخیر در سفر خود ادامه میتیم که بهترین برنامه را تقدیم شما نازنین نکنین که دور از وطن هستین ببینین و همت لذت ببرین خیر بینید بریم بخیر بریم دیگه بیا چطور هستی قاسمی؟ والا خوب است. تکاندن بدلت بود؟ والا می پای پاکه که دانه در روزه اوری تکاندیم گفتیش که کای جال زدگی وارد شدی بخی این ما را در تکان مگه ما ایزه تکانده که شما گرفتین 14 ما گفتیم که برو این البته از موتروان نو راضی بوده این سرشانه میگیره که خیر ببینیم ما خوب رساندی. لالا علی به خاطر که با سلامت آوردم شما گفت گوش که خاکپور شدی یک امام بتیم یک مدال دادیمش یک مدال دادیم برش این را ما گرفتم از کدام را بریم ما را یک سزا که دیگر ما را بده بیا بخیر ربانی جان کل وسایل هست کل از کدام را بریم انجینر بریم بیا یک از امون را بریم بلال جان پیش لالا بدر مایک دور است از پیشه قند و شکر پسان برو بخیر استاد سنگشو والا ما بسیار چیز خطرناک گرفتیم و بدر ما یک کار میکنم ما ایت بوتایم حالا کی هفتی؟ علی بوتای ما کسی نمیبره بره یا الله خیر آفرین ربانی هم گفته سه باشین گل بودین ربانی باش گل بودین کجا خیز میکنم او بشه بیا انجینر رفتید نه مگم رد شد بیا که بریم پیش این نگه بخیر یا الله خیر وطندارای عزیز کجاستی؟ برو اونو جستن باش که یکان دفعه گم میکنیم امی یگان دفعه می وطندارای عزیز ما همین بینندای نازنین ما چون پتا کنی میکنه خواهدمو خاطر میگه کتمو گفتم گپ بزنم نام خدا فوق العاده همت یک سرسبزی اینجا است این سالنگ که میگن سرد از سرد دو بدر سردی در وقتش سرسبزی هم در وقتش اینمی حالا با هوا اینمیجا خوب نام خدا ملایم است شمالش هم خیلی خوبش است دیگه سرسبزیش نام خدا خیلی فراوان است مردم ها اینجا ایلاقشان است در بالا ایلاقایشان است جای بسیار تایت است ماشاءالله این شمالک ببینین یا و هوا را ببینین این سرسبزی را ببینین بیخی تایت رایت خب همیجا سعیست؟ همینجا صحیح است بچه ها مدا یک ذره سنگ کار داریم بیاریم به خاطر گرد گاز شمال میزنه جمع میکنیم اینه بچه ها بریم
اون دو پیش طرف بریم. بیاین کجا؟ اینو میشه سایز بالا. سعی خیر است با جورش میکنیم بره بشینه یگانه چیزی که جزیات سنگ است. سنگ است سالنگ بیاریم بیارم سالنگ گفته. خلاص بیاره وسایلایتون آدم یک سنگ فراوان است اوه یک نام ماشین خدا بطال تو یعقوب اوی است که بخیمی ذهنت آرام میکنه. نوش جانت همین خاکایت پاک شد والا در تازه شدی بخیر. خستگی را رفع شد از سرت دیگه چی میخوای؟ یکم یفته اون کسرم گم نشه. یک مطال سابق است که میگه مرگ میخوایی برو کجا قندوز یک مطال البته مثلا حالا دیگه لالا از این که جای خوب و مقبول خب بچه بگیریم بخیر وسایلا رو جور کنیم چطور از میلاد جان؟ چطور؟ شبلیدم شبولیدی؟ خراب کنیم در ششتن خونه مرده شبلیدن نمره لالا. تو خود باز یک ذره سر از من خوب به شپلیدم میشه. خب سعی کن باش که از من شپلیدم میشه آنه. سر کالایت نراستا سنگین شو بشه خیال سیام ببرای از او آه والا بخیر. خواه خیر باشه خواه لالا ربانی چی پخته میکنی بخیر بیادر؟ دیگه من گفتم تانم یک شروع پخته میکنم براتون دمی آب هوا دمی شمالک بابا شروع بسیار کیف میکنم شروع سالنگی دیگه لالا. خیر ببینی یا تو کاسه را بتیک براتون بیارم دوستای ما میشیم یا صدقه چم دوست من لالا قاسمی جان. یارا پرکو امی گوشت اینمی رقم که باشه امی یک شوروا هم میته دیگه گوشته که مالش اینمی جای چریده باشه. خیر ببینی جان حال خودت خوشو از ولایت زیبای کوپیسا است از ولایت همیشه بهار خیر ببینی یعنی ها دیگه همیشه بهار است بخاطر که شمالی لالازار باشد با ما چی زمستانش بهار باشد با ما چی کلش یکی دوستان می سمت شمال مثلا ولایت کاپیسا ولایت پروان ولایت پنشیر ولایت مزار نمیجا مزار دوره نه اینمی چند ولایت نزدیک است امی ساحه چطور یک شروع مزدار پخته منه او که پخته منه لالا تو هم پخته منه خیر ببینی تو که پخته کنی باید بلد باشی که یک شروع چارکاری بتیم بلد هستیم لالا ربانی هم بلد است تو هم بلد هستی نه چند دفعه پخته کردیم یک دفعه هم نه همون تو نیست بخیر نخوردین مگه با من اجازه است یک رو تاموسو. برو لالا برو لالا. برو ما لالا مزهش از دست تو چشیدیم خیر ببینی لالا بسیار سلامت باید باشی ماندنی. فقط پیاز و رومی و کچالو و مرچ و سیر کار از مساله دیگه چیز کار نیست یک کمه که عشق علاقه محبت کار از دیگه چیز نه خدا یارت والا بسیار گپ خوبه گفتی والا. روانی جان بس یا چی قیاخه او بسیار شش تا بس سنگ بچینیم شمال عربانی شش تا کچالو بس ای فرت بابا فقط تو امر که دیگه سر بیادرت یک رقم مایک منیجر شده دوستا برام مای که بگی سعیس لالا به خاطر که شمال است زرده کن بانجا. مرا مرا نه هوا سرد است چیز پیدا نیست که چیز خیلی امیر هم دیگه مایده کدی میخوری او رو نه نمیخوریم سایلش میکنیم لالا خب بخور لالا بخور اینو سنگی شاید نصف کن اینی پیاز هم باز شد نه. هم باز شد تو بگی همی سیر در چیز لالا چی؟ مچن شایست سیر لالا این لالا دو غوزه بس نه یا گوزه مرچ مرچا مرچ 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 هم از اونم مرچای نرم ملایم تندیش که تو خوشت میاد ام ذره که چک زده به انجینر تهرقم طرف حسین که هوای دارش بخیرم. ما انجینر بیا نمیره دوستان مرچ پر کدر بیا دیگه انجینر مرچ و سیر کلگیش انجینر ده تکنیشان بده لالا اما دیدن تکشن چی داشت؟ ما سعی کن ما انجینر نه دوستا دادمش صبر که یک دقیقه این حالا واه تا بگو این شمال است که این سبزر است که این گلکار است که این منظره است که دیگه پیدا میدونی؟ نه ولی اگه دیگه پیداش کنی اگه در 300 هم باشه میره بیادر شکر دوام آب هوای
وطن. آفرین. سوئیس هم مقبوله. سوئیس هم زیبایی داره. خب برای ما وطن نمیشه. مگه مزه وطن نمیده. خوب میگم نه برای ما وطن نمیشه. هر کی را وطنش خاکش. خیلی. سیس؟ اونجا بسیار مقبوله. اروپا بسیار جای. لالا ایت گپ است. ایت گپ است لالا. اونجا مصرف شده سر اونجا. قند هستی اصل هستی تو توت جیگر هستی پر و بالک میزنی به مثل کفتر هستی تو نمیگم ربانی از مار خو یار هستی. خوبه نگفتی که ربانی جان به مثل دکتر هستی. مرا کاسارا بخن. دکتری هم از روانی باشه. باش خوندنه که نه میلاد جان یاد گرفته امور خونده میرم. خب بچه مدا کمپیوز مرا نخونی. کمپیوز تا کسی نمیخونه. جو اونو جگه خیز لالا همو جگه کاسه تا میتون بشوی مامینی سو میشینم. موکم میگی؟ میلاد جان تو هم بشینی جگه یعنی میگه تا جای برو خیلی من جای تا بشینم لالا. بسه گوشتارا نبره امو گوشتارا مره سخته چون تو چی ده سوسو میده داده مره لالا گوشتا میبره مره لالا بوشه بابا مامت اینی رو کتی یک دست بگی لالا نه او نکو تو او کت دست پر تو او که دست پر تو که سیرام میبره زردکار هم میبره پیاز هم میبره واه دوستا دیگه همه یگه و یخ هم است که دیگه کلش همه تا هوای برفا و چشماز دیگه همه تا از بالا ملاق زدم یا دیگه اصل بیادر گل تفریح چکر غذا خوردن ده این همه تو طبیعت ها مزه میتن این سبان خب اینه خیلی باشه میره این اوکش کنم خلاص شد واه بس نباری جان نه بوشش یک اودگان بوشه سه او چاره او بشوی نمیشه اوتوری پاک نمیشه زود اینا ساو. خیر ببینی لالا چاره خونه که گرفته بلند گپ بزنیم صدار یک زده. بیا پاک شد لالا دیگه اینه برو قرق میشه یک دانه مرچه بخور کی میتونم تو نیست بخور نیستن بخور نمانده اونجا خوردگی تو اونجا نمان لالا جا بچه کاری نه ما امیره میگرم لالا بیا بریم بخیر یک مزه بتاده یک فازان یک شوروا. همه یک شوروای تند تیز تیره بکو رامونی جان مرچ زیاد پرت خو که تون باشه گرم میخی. سیرشان من دازم لالا میانه خم که بگوی تو سیر پرتی که میخونو کلالایت نفهم این چه قسم هم قدلگاه گیره زود خونن گرفته. ولی خونو کار رسیم و جان داره یا خیر باشه تو دیگه در تاب خونو که نداری نه خیر انشالله جور میشی بچه ها بسیار زیاد خوش آمدین. منتها گپ است که اینمی سنگای ما شما اینمیالون که ما در دادیم یک امتحانی بیادر شمال میزنه والا حرارت هم میبره اون طرف. خیلی چطور کنی؟ یک کار دیگه بیادرت کسی که یک کم زره جسمال خودم میپیچانم باز یک کم زره که تو از خود گذارم است بیادرت باز اینی که دستمال من مندازم توی که از خود سنگا شمال نزنه بگی کشش کن تا بالا دوستا دیده بودی کسی دیگ دانه که دستمال بود پیچانه؟ حالا یک بار دیده بود با نشه که بگین که والا دستمال در میگیره دستمال در نمیگیره سنگین شو جان درش بته اینه بخیره اینه روشن شد شمال میزنیش؟ نه لالا شمال میزنه؟ بیشک میلاد جان کد دستمالت فهمیدی؟ نه به جب جور کدانه با قرآن میسوزانه دستمال من نمیسوزه لالا تو چرا جوال گفتی؟ میگم از خود گذر هستم این نه دگه پت است حالا یک تا دستمال چیز سبقه سرانی بالا
صدقه سر دیگدان ما مال من رافع جان صدقه سرتان دستمال چیه؟ خیلی بعد میگه واسط ربونی رو میکشم میپیچونم بی طرف شمال بزنه و بدد گپ نداره اما تو نازک نازک کنم که کارت از او بغلش فهمیده شه این قدری نازک سعی که سیس لالا ها بخی سایز لالا تراشک که میبود خب بیخی خوبش میشد تراشک نداریم. خیلی لالا رافع جان بچهش یک وظیفه میتمتان بگو لالا قبول دارین؟ بده ما میگه چند نفرک مصروف دیگ میشیم بیادر گلبودین خودت بیادر اونو جایلاق است خب لالا خودم دیدی؟ دیدم شما گفتم برو اونم موجه یک ذره ماز بچش بیاره این مردم که گودار مالدار بیادر گل بیاره کتا میشروع یک ذره ماس وطنیان بخوریم که همه تا زندگی رو بفهمیم همین وظیفه به تو تبریک خدا باشه تو را خیر بده سلامت. برو بخیر موسه بیاری بسیار است. مر لالا روغن میلا جان اینا روغن پرت بخیر دیگه که دستمال بیادرت سوخ ولی اگه تاوانش نگیرم از ربونی یکم علاقه دیمت که دیگه نام قرار دیگه گپ نزن که بشکی روغن پیش مثل بیشتر میگم پخت خودگذری میکنم. پخت با نمیشه سنگ است اینجا اینجا سنگ است خالی لوکو دانو او بچه دانو صبر کلتر تو ما ایلو میتونست میفهم. بگیرم بشه از ربانی کلش با منکه صبح در صبر کراس میگه مسکین بیچاره. بس سیونیم قاشق شده. قایمش کن هیت یک شمال است که در رفتار فهمیدی کلی چیز از پیشش وارکو تو شمال است که بکشه این واسکت تام میلاد در این سونش پرتیم آفرین. آفرینت با خدا مگه ما تر بیا گپ گیر کردیم خب چیه؟ میگه از خودگذری میکنم. قرار دیگه پشیمان ما واسه هستم تام. از میگه گفتارم پشیمانم کردین شما کد از این کارتان والا دیگه سعی کو به او بیچاره سوخو کجاش سو نساختم پس کوسو کو نه چند جوش باش در خیالت نه کو در میتیم این دسمالا کما دمش مال دیگه دمش مال میگیرم یک دستمال چیز باز دستمال تو دستمال مرا بگی وای علاقه برای من علاقه بتین تو بون کمی دستوری میگن خشک مشک میکنم صدقیتون شما همین دستمال بیادرتونه چرا خراب میکنید بون که دیگان جای دوام بدردمو بخوره خلاشت پیاز همه تو برق واره لالا باش من بدید ریزه کنم مرا نه نام خدا تکلاس و بدر تو هم در ایران خود کار نکردی؟ نه تو سر آشپز میکنم مگه ما آفرینت والا لالا مال چشم باز زیاد پر تو خو تو یک چیز تند و تیز بیای لالا تو تیزا دیگه بچه عجله کنه میلا تیز عجله کن حالا چرا میزنی او بچه تیزت میده که روغن و بوش برام روغن در گرفت حساب مرا خراب میکنی تو بگی مرا گوشت تو باله او بچه هم حساب میلاد خراب نکو پیاز بگی جگر خونی نک پیاز بگی اینم این پرتم پرتو الله پرتو بر پرتم میرم چی ده؟ پیاز. یک دقیقه یک دقیقه واه بیریانش که شروعی چی یک مزه بتا شروع سالنگی نگو که مت دنمت یک شمال و آب و که دو غوزه یک سیرم که اینا ریزه کده رویش که پرت دهش که بخوری که از این بغلکو اینو تو انگشتکای تو روغن سر کنه واو اوه 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 اونم پیاک بزنه دکلکای واه 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 مزه میتن مگه مینه شروع سالنگی رو بلد بودی والا لالا ما سر تو حساب نمیکنیم والا دم حساب شروع حساب کو بده ما ترام شروع چی رو یاد داری بس خلاص چارکاری را ها ایره خورد کنیم چهار تا ایره نه خوردش کن لالا باز بده کنی باز خطا خورد دیریجی بگی والا دستمال از این هست که در غمش نمونه والا پیاز نای پردی لول را بانی کی دست؟ او رافع جانشان آمد خدا یارت رافع دست پر آمدی یا نه الله اینی کار دیگه باز خوبش نه دیگه مگه مسکاسه معلوم میشه که تیره رقم گرفتی نه اما تو گرنگ معلوم میشه از تو مت چوخ شوخه که از گرا ما رازار میته بیا دیگه بخیر بی دوستو به خاطر که
مردم های ما شما بسیار میمان نواز هستن خیلی بینن باز که بریم ناامید رایید نمیکنن اگر یک ملاقه باشه هر چی باشه رایی میکنن ما سینه قیماقه زنده روغن خیلی بینه بچه یارت لالا رفته خدا وطن دارای ما رو خیر بده که خوب ما مره علای جان پیاز اینه پیاز بگی لالا ماره لالا چین لالا دیگه بیش لالا گل بدین لالا رفته خسته خو نشدی لالا بیادر فدای به سرت قیامت دیگه دلت جمع باشه دیگه فدای سرت کدام پی نداره خدا یارت لالا خیر بینی جوانی جان سیر کدی چی میندازی کدی رومی یا کدی پیاز مره سیر مرچی تام بده الا کوسر بود حالا که مره تختی تا بتی بخی نه بیارن بیار مرم برا او سنا خیر کدام تخته میشه پرچه مره اجتماعی میای نه اجتماعی نه دو کردکی نه لالا صدقه چا بگی خدا داره قدر ماسا چی کدی؟ پلاستیک اشغالی ریسی ماسا برد ایلا کو آره لالا بده تو ایلا که ما کار دارم صدقه چم بده چی میکنی او آره بدر؟ بدر کل قیماقاش جمع کردی در دیگ میپرتی؟ شروعای سالنگی دیگه خودت نمیفهمی چی رقم است اینه والا اینه باسیده بخورید که سعی کنین از کم انداختی خیلی رقم که باشه کم انداختی لالا بیخی کفایت میکنه کفایت سنتر؟ علای جون علای عجله که بچهش نه دیگه تو فقط تو سر شد از گل بودی؟ کتش بچه لالا خیلی بینی بلال جان دست درد نکنه ایسو بسیار لکس مایدش کدی نام خدا؟ نام خدا سراشپزی شیشته بچه های دیگه لالا گل بین سخته کلاو کپوزه چون بیشتر تو لالا بیشتر امیر اون پالیدم واجه بدر امی پیش ریتان نده اقل یک کمک چی کنم که سر صدایتان نبره امو مخالفات میلا جان بده نمک بده مساله را بده مساله را بده بیا لالا رافی وای در دستم آمده ایچی هست؟ چی است؟ اون زرچوبه زرچوبه دیگه چی مندازی؟ لالا زرچوبهش از یاد نپرتی که تلخ نبه اینا گفته این ایمتا مرتبان نمک چرا نآوردن آوردیم لالا تو که برد ما تو زرشوی آورد دو بغلک ما چیم گرفتیم نگرفتیم لالا ربانی اونو سرپوش دیک اونو دوستی دیک خیلی بینی لالا خانه آباد ما می نمک بانم سنگ شجا اینا ما بچه نمک کارتون شده نزه میگیره او بدر میفهمی برای چی گفته شوربا یکمک شوربا پرت. صدقه کلاو کپوزه چاو پرت صدقه چم پرت بس است بس از آقم الو چرا؟ از همون چیزی که ترس داشت چرا فکرت نمیگیری خاله من میگه دستری تو کده بودم همین دستماله حالا خب ما در گردش تاو داریم لالا دیگه لالا واقعیت سوختان دیشه این دسمالم دسمالای بالا قیمتی. بگی یک سنگ بانی نیجه یک سنگ بکش واسکت تا بکش حالا حالا و صدقه جام یک سنگ بان حالا که سنگ بانو جمعه سنگ بان نه حالا که باز جنگ از یا شد رافی خلاص کن استاد سنگیشا بال گمش که آرام میشه نه میزنه نه که دیگه رو گار میکنه او بدر خود گفتی حالا باز دیگ میسوزه صفقه چم او بدر از برای خدا جنگ نکنین ولی یک دسمال چیست تو رو حالا دیگه که ندست سنگین شده بگی دسمال شکم میبینم نه ما خو نسوختانیم ما نسوختانیم بلا کو حالا که سو ما خو نسوختانیم صفقه چم باز کو بچه که دیگه محکم بگی خب بورم محکم بگی بکش میگم واسکت بچه دقیقا مخالفات ما مخالفات تا چی کنم مخالفات جیبان پر است چرا تو نگرفتی حالا ما خود دیگه اخلا سنگی شده بولستانم بود لک لک سعی میکرد ما مایی که گرفتم گویم سوسو می حالا من دسمال بستو حالا که سو حالا فکر نمی‌کنم دستمال حالا
چمچه در دست شما توالت یک چمچه بزنید که ایران بونی دسمال ما سوختم دینو بدار آلغفون سوخته دیگه بونشه رافی دسمال سوخت هیچ چیزم نمیگه اگه دسمال من میسوخ میدیدی ربانی را ماشین رومی را خلاص کده من رومی را بیارم را خود ما اینجا بیشنیم گرم کنیم خدا بچه فکر دستم دسمالم بگی حالا خب من خب میبینی چشمم داده از خود شما سعی کنه نه صدقه چم از کجا آمدی دیگه بیار بخیر رافی جان بیارش مالا واه 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 چیه بوی کشیده چیه چیزی شده بابا بابا چه یک چیز دیگه یادم رفت لزر چوبره منه انداختی او ننداخت. پیشتر گرفتی ننداختم گنگزه سنگین او چوب بده پیشتر دستت بود ما را بیده ما یک ذره زر چوبا پرت کوفته قاسمی رو بیچینه نه یاد نبرتی که تلخ میشه ربانی جان ها جان همین خودت خود زیاد آشپزی کردی نه؟ حالا نه همین زرچو بگا کوی قوتیگه خوبش هست یا کیلوگکی؟ کیلوگا کی بدار امی شما رو بر چی جشاندم بخی حالا بخی اینجا بخی حالا بخی پاشو که مشکل ای بخی که در اینم یالای مرد قصه گرفته و شمشلگک شده اونجا نقطه شمشلگا که تو گوزی جا فرده بگی جور نبرم نه که کمی دسمالی آدم چی نشه نسوزه خوب دیگه در جان ما دوستا میزنی دیگه دیگه هنوز نشده کم مونده بچه همیشه خوب پودینه لبیجویی پیدا میشه خب پودینه کویی دیگه برین یک در رواشم بیارین رواشم در شروع پارت مکفامیدی یک کمک سلاتام جور میکنیم خب یک چند تا رومی را یک چند تا پیاز کتزو یک سلاتام جور کنیم بسیار مزدار میه دیگه من اینجا متوجه دیگ میباشم خب چای کویام بیارین که یک چای هم دم کنیم بخوریم دیگه پودینه هم بیارین نسوخته بچه نترس نسوخته کشتی ما بخی دیگه گلبودین تو رافع جان میلاد جان سنگین چا جان قاسمی جان اینم شما برین لالا اما تو مایی که گرفته فهمیدی استاد نصیر امونه میبینید دمو کامرا بالاش دم اونجا استاد بیادر گل پیدا کنم میره یک چیز دیگه هم این پیدا کنه که او کسایی که اسپویلری داره بر از او فایده داره تو نشه بیادر که ما بریم یک وقت ببینیم که شروع مروه درک نداره بلال یک شنگ پیدا کنه حالا چی میکنی کل ما شما روان کته تو نشه که وقت شروع پخته شد تو ما شما پس تاشم یک کل شب خورده قاسمی واره برات میتکانه بش دسمالم پیشتون امانت از گفته باشم تو بگیره بته من کار ندارم تا دسماله بگیره بته و خدا در میتم تک که دسمالم از چیز شبه فهمیدی تو اینجاستی که دسمال در گرفت تو که بریم دسمال تا در میتن از پیشش صافی جور میکنن حالا خب نمیکنم این سنگه اینه ترک او بچه خودت در میتون دسمالم در بگیری یک ما رفتیم بچه ها حالی که چبلیه خدا بده که چبلیه کی میتونه والله دیگه توکل به خدا دیگه میتونی یا نه بیادر نمیال سر واده سگ نمیتونی برو پس برو پایین کو پاس پایین میشه اوه این یک نمونهش خواهی نمیال کمود بفتی حالا تو کار داری ربانی واره که گفتی دی من بندازی جوریت ها بس خلاص شد لالا خلاص شد او دیگه نیست بابا داری جاو نیست نه خلا میل او بچه نافتی کجا رفتی رافع استاد سنگیشو بریم بیا لالا بیا او والا چی اکسی کنه بیا لالا پوزا میپرونه پوزا بیایی بخیر بچه ها بی برو قاسمی جان بیایی بچه ها بیایی بخیر
نام خدا ات نام خدا هر گام فهمیدی 2 گام ما شما سر راست میگی از گل بودید وای وای شما کجا رفتی قاسمی؟ سنگین چا بیا گرمه باش که استاد نصیر گیر کردی اوه چی پیدا کردی استاد نصیر؟ اوه بیشک با خدا السلام علیکم سلام علیکم کش بیادر سلام علیکم مزه میده سلام علیکم بخیر والک بریم بالاش امام این چکری سک رفتید نازکاش این چوچه چکری خب پیر شده دگاش پیر شده وای نازکاش این چوچکایش از باز گناه دارم این چوچکایش لقمه بودش که بفهم نه ایره اگه بودم بازم مخته میشه نه نسبت شبت اگه امروز بخوره صبور چطور کنه خود تو ما متر ما مخته هستم او بده ما مخته هستم میره چیندنی نه تکنیک یاد بدم خب این جایی که مرد. ریک زیاد داره نه نه جایی که ریک زیاد داره پخچک کی است نازک کنه ماشه میگیره خب جای اصلیش خودت میگیری خرابشه برزی میدی سلام دوستای عزیز بره بخیر بریم بره خب بادر نره خب نه والا اینی جمعه کی ساز کرده یا خوبش نه خوب خود از چکری سیر کردی نگم که این رقمی گشته بود خب یکیم یعنی تو چیگه گرفته بود اویش نگیری خب بخارک کشیده باشه فقلشم اینه این خوبش است نوش جان استاد بچه ها بیایی که بریم باز که می‌خواستی و همی گفت انگس چیست اون انگ من همش داشتم تو هنگام ما میشناسم ما میشناسی نه بیا جان بیا بخیر چی شدن بچه‌ها ما چه بچه‌ها چی شدن بیا خیر ما شما بالا میشه بان مگم هوا سرد است بچه‌ها بچه رفتن باران اومد هوا سرد شده خوب بچه‌ها جمپر پوشید آه نسایکو نه اینمی انگنس کدام اینی نه یا این نیست یا چی است یا زرد بلک است بیای بچه‌ها بیای بخیر بیای باران آمد بیای بخیر بیای که پیدا کردم بیای نه چی است اوه انا نه بیا بخیر بیا چه شد انجینر چی شد بیای که پیدا کردم نه از او بیخکش دیگه اینی تو بیشک والا بیشک نوشی جانت خوبشون پیدا کردیم بسیار هم تو تایی کتاب بشه نوشی جانت بیای بخیر بیای قاسمی چی شد قاسمی میا کندستی شکر هستی تو دیگر هستی کردم بگم نی اوه ای بین خاک است در بین خاک پیدا کردم اینا رافی پیدا کردم من چرا پیدا نمیکنم نه خراب شده بچه استاد نصیر گفت بخارک که تو کشیده بود تو بدرد نمیخوره تو باش سیلش کنی نه خوبش هست الا مام یک دانه دیدم دیدی؟ آه وی بیایی بخ نه یک دانه دیگه دیدم اینجاست تو بیا تو نه مسکینک دیگه تاریخش تیر شده بیا اساسا اینشو آمدم ایسی بیا که تاریخ تیر شده ایش نیست ایسو نو اکسپورت شده چی میگی؟ آه ایسو نو اکسپورت شده بیا بیشک والا اوه بیشک والا اصلی شما پیدا میکنم ما چی نه ما باز نه من راستن سرنو نه خوبش است والا این خوبش است آه بکنش یا بگه پیش باشه باز از پیش میگیرم ما جمع کنیم هم تو میبریم که هیله بیلا جان نمیاد اردیشه نه خراب شده چی میگی؟ اینی هم است رافه آه نه اساسا اینشو یوم رو خدا خورده عمر خدا خورده ها نه نخورده نه من مشناسم و بدر صدقه چه بگی خب تو با لالا ما بخورم ها میلا جان چطوره بریم اینی ها چیز رافه اینی چیز گله است اینمی شنگه شنگل انگس نه ونگ دیگه شنگه این شنگس او بدری انگ شنگس چی است من نامای ناو مشنام به خدا بالا شای ما بدر تا بالا خوبش کش که نه به حالا رافه را شمال برد الا او بدر نام خدا که تزی قد اندام که تو را شمال ببره دیگه ما چی بگویم مرا بخیر دیگه دوا خود بالا کرد با بالا رسایی که وزنم پر سر آمد بیا باش که خورا چقدر تیز است
انداختی رافی انداختی شه اینه. نه او رو ننداخت. خب وقت نام خدا نوشیجانش کردی. سنگی جان نگفتن هبانه. خب نگفتن هبانه. نوشیجانت. اینه او بچه. دیگه کام اگم عمرکای خدا خورده. عمرکای خدا خوردن یا. الله. برو بخیر رافی جان. شد دیگه ما باید شروع کنم گشتیم. نام خدا خوب رواشم. آه کجا رفتی رافی؟ رواش نیست چکری. او بچه تکری جمع کنین الا. الا که باران چون آمد. اون راف چی میلاد اون هر زدین سنگ. بیا بیا بالاش. بالاش. نه بیکس کس نبی سنگ لرکن. بیا ده. باش که ما سعی کنم حالا به چشمای ما غیر تکری میپاله. این اصلا سنگ چه کلانش. او دیگه بود عمره که خدا خورده لالا. همین چکری و رواش یک از 20 روز وقت داره لالا خب. همین اثر 20 روز که اثرش تیر شد خلاصه دیگه. چکری که از سکت رواش نه 20 روز زندگی دارن. بریم یک جای موجود سنگ. یک دو سه بیا. بیا. ماما رو بگی برگوی شهید نگی. بله نمودش برگشه. اینی یک نیست در میلاد. نه. خنگش. و بچه بالا وای چی خوبش نیست. هر چی بالا رفتم اینو خراب شد. پایین سنگا را پیدا میکنه. نه چای کویه بچه بچینه. او را اوکی. بالا دا پایین. این نیست؟ ها. جمع کنه نه؟ نه رو بگی خوب شد. ها این آمد این آخه الو میلاد دا پایم زدی. چی را؟ کات سنگ. هلو. ببخشید دیگه. خیر خدا بخشم. مقصد دفعه سر نخوره دیگه ایش برتر. خوش کو رافی. بالا نره نه. پیدا کردی قاسمی. کو. یا نوستا. بیشک دست بیا قاسمی. او بچه وارا نکن. خرابه رافی جان. رافی و تاریخه کش تیر شده صدقه شام. میلاد. جان. بالا نره. عمر خدا با شما بخشیده. مگم اینه تو میریم اینه بغل سوز نصیر تو چینه رویز نمو خوب میشه بریم اون طرف خوب میشه. بیای مرا که نفتی بیا. رافی بیرو بریم لالا تو باش. بغل بیرو دیگه. این نگاه نیست؟ نه دستم خرابه. همین پس لالا خیر سر. برو. بیا رافی. شمارک میزنه با چادرت یار سبز بناز میآید محرم میراز میآید. ما چی خوب سعی میکنم چی استاد نصیر گفته بخارک نکشه باشه. اینه قسم آلمان ما قسم میپالم هیچ پیدا کردن نمیتونم. دلی دارم دلی دیوانه دارم شالا پرتو گلاروس نه تب دارم نه سرم درد دارد شالا پرتو گلارو سال وقت رفتن است نه نمیرم مادر جان خانه با بین بیتره. حالا یار جان تو کفتر باش مباشه شالا پرتو گلاروس حال وقت رفتن نه نمیرم بیادر جان خانه با بین بیتره. سیس نه خراب یوم پیر شده؟ اینیا سیسه. نه است خراب. نه وام قاسمی خراب. جان اینو استاد نصیر نشان داد گفت تو چیزا بگیرین. تو استاد نصیر تو چینده روی سوالا. آه والا.
بیایی بخیر. مگم استاد نصیر تو نام خدا میشناسه؟ اینی چطور است میلاد؟ اونو سیست. سایس؟ ایلا که یک دانه پیدا کردم. برو بچه. اینی خواهی چطوره؟ نه اور نگیری او پیر شده. پیر شده. آه. برو لالا گلم. چرا لالا بلاد؟ لالا بیخی میلخشون کرده دیگرم چا. بیا. باز وقت کرمچ پای کردی بلال؟ آسو سنگین شو کرده چا. از کجا کردی؟ پیدا کردم. مفتم نه کسی دامنه کو پیدا کردی چطور؟ موگه پس میگه معتبر که میخرم میگه چند خریدی غریب که میخرم میگه از کیو کردی هر دوزی خونه کرده گفتی پیدا کردم تو خلوت از دامنه بخاطر کچفلی آمده بود نه؟ بابا چه دوائی که بچور خوب بشه بالاش سنگ نشون واره بکن. اینی رواج بود یا نبوده؟ نه دیگه اون استاد نصیر ایساییست؟ ایساییست استاد نصیر؟ این چطور است نصیر؟ استاد نصیر ایساییست؟ استاد؟ اوه بشه پایین که باز زیاد میشه باران بریم بچه ها پایین بریم؟ نه انگ پیدا کردیم نه بیادر رواشش پیدا کردیم نه لالا رفیق خو بیادر کو؟ واه اوه علا بشک بخدا بیایی که بریم بخیر تا شد بالا شدنش یک انجام بالا پایین شدن شدنش دیگه انجام خوش شمال نبره تا آه والا بیایی بخیر بیایی تو باش که چی رقم از همه ایده بچو مکدونی زیره بخورم نمک هم نیست که نمک بخوری این چقدر ترش بوده با خدا شک کردی که آخر بریم بچه ها انجینر میگه تا شوین هر کس که تا شده نمیتونه که لالای خود بیاین که لالای اینه ما کتت میایم لالا بیا اگر افتیدم سر تو بفتم بیا باش که این بچه هم بیاین بیاین نه جمع شمه که سر صدای انجینیر را کشیدی الالا نه بیرم دیگه و قدرم نشده نه با خدا من دلم رفت ما گفتم رفتی والا متان نه بره ما بدر ما بس الاتون جمع کردیم ما گفتم لالا رافی آه. ما گفتم ترا خیر است کال مر نبری که تا متان نام خدا وقت یک بغل پر کرد کجا میری؟ نه اینا زیرا بیا لالا استاد سنگین جا ما رفتم مرا بگیری بیا لالا اینا بیا بسم الله بیا مرا دسته بده الو دمی بیا سنگا بسیار پای موندن مشکل است همون ترستاد آه خیر ببین نه تو جا کرمچکای پیدا که تلش اسفنجی باشه این مثل اسفنجیست. کرمچکای ماوره یا اسفنجی میچسب بخیر تره چرا میلخشی صدقه چون بالا میلخ سونه دیگه خب برو بخیر بیا لالا سنگین شد چرا لرزان گئی باش که آمدم که مسافر داره کت لالا بلال گفت مرا محکم بگی نه به او خاطر لالا صدقه چم چای کوی نکنیم یا شما خو اینی چای کوی است خب نکنده نه چای کوی که یک چای کوی میخوردیم ما شما کوهای سالنگ در خدمت تو سنگین شو خیر ببینید دیگر بر جور میکنیم بخی سیس برو قاسمی جان ما شما به خاطر اینکه یک ذره عجله داریم اگر نیست طریقه کوتاه شدن به این شکل نیست که مستقیم ما شما تا میشیم خب باید زیگزاگ شکل تا شوی خب امی کوی چای بوته چای چی میگم بوته چای کوی چای بیخی از پیشم رفت امی چای کوی را که خودت میگی یعنی چی خوبه بوی میاد اساسا سنگین سر کوی خوب داره نه آخ در پایم زدی کی بود لا ما کت تو تاشی باز ما کت کار دارم خب نه یکم چوبین جا کن اینه بلال اینه امو چیزی که میگفتن بیا که بریم مش خیره باشه نه برو بانش خیر
دوستای عزیز دیگه بچه ها را خود مدکور رایی کردم دیگه ما هم دمی گرد دیگ ششتیم حالا محمد یک باران پنجه کتب که دیگه هیچ نکنه موسیقا کنه که واضح ما را کل نکنه شمال هم شدت گرفته دیگه باران هم دیگه علی جان هم مست کردم گفتم کامره را بید که برای دوستان شام بتیم ماشاءالله این قدر عبر آمده که بارندگی در سالم شروع شد خدا را شکر هر چی باشه بخیر ما باشه بخیر مبارک همتون جان همتون سر باشه همتون درست جان همتون مای ما بیا بخیر بیا چی آوردن نبونی ما؟ دست رافق را آوردن چطور نه؟ خاله کاکا وریم تو خوب نامخدام مقبولک ششتی نکم کرده لالا سبقه چه اومد قیاق هست هوا بیسی چی کردین بچه اومده بخیر بیا بچه جمع برنه بیای بخیر چی آوردیم بچه چرکی ترکیه آوردیم ترکیه خوب کنن بیاین بیشینین بیاین چرکی خوب وقتی دیگه ما یک دقیقه کامره گرفتم روانی جان گفت یک ژاله شد روانی جان گفت یک کامره بگی که دوستار هم نشان بتیم ژاله را بشک چی آوردیم؟ چی آورده چی پیدا کردین چوکری آوردی انگ منگ نبودی نبودین نه ای کاش که می بوده قمر تو یک دانه میلان همون نمکیستی که من تا چای بود چای آوردیم خواهم نه جمع نکردن بچه ها گفتم چوکری میخوریم بس خلاص دانه در رفع مالالا در رفع شکری های تو خریدار نداره در رفع یک دایی بود مگه مرزان گفتی در رفع مگرم بسیار شیرین است بسیار خوب شد حالا در رفع از ترشی خوردن همیشه دانت خراب است در رفع تو فرود خورده پیشتر همتن عزیز تو بدارو رپرسیتو لیلام رپرسیتو قرض نمیشه دور از دل کل دوستا آجان والا همین جنس مرا چرا اوه قرض نمیشه وی راستی یک دانه اگر داده بوده به تمور پس بته ندادی مرا رافع جان نکنه خوبی لیزم والا. دیشت مرا خیر مرا مرا تیر بیاره خدا با خوبی شد دور ازو مرا مهربانی خوب مزه میتم بگه کاش نلغه است امی اصل مزه چکریست آه والا کلالا چکری دیگه ترش هم تو خوبی شد خب چی داره؟ وای تکانم داد بیرتی تو ترشه بادم دستتون درد نکنه خیر ببینین لالا نوش جان خیلی بینیم نوش بابا. جانتان بخوری گیت نخوردی بخوره که یا بیاد خراب شده بود اونجا گوسفندا میخورد خب باز ما کندیم گفتیم باش که شروال حالا در حالت جوش خوردن از دیگه بخواین گفتیم برابونی به نصیب نره گفتیم روانی گفتیم روانی میخوره بیازه که خوب باشه خراب باشه بیازه خوردنی مدا برای جیب باشه اولالا ما نمیشه بکی برستیم والا اوی خاره اوشکو که شارت نکنی خدا بچه ترشک تو بچه که میخونی شارتی میکنین نمک بزن که فیوسایت نپره حالا که با شارت شد بسیار ترشک خود نخواه نمک بزن او شبو خود دیگه شم نمک بزن لالا رافی مرک دانه رافع بیچاره اونجا چینده ایست کس نخرید از بچه را خیلی بینه اینم دستمال از کی بود گرفتم من میره لالا گل بودین خدا یارت من میگم بتمت اگه بیتی خو نه لالا گوشای مرا یق بزن اینه بابا جان رافع خیلی مسکین بینی تابالخ چاره کار شد چی میگم رافع مسکین بیچاره اونجا چکری ها را چینده که لیلام کنه هیچ کس نخرید خودم میخورم او بچه بخیرت که چوب بلو تو رو خوشی نداره. نداره اینی پیسه سرش رفته نه بالا
گوتا که بگی وای دا کجاست او بکشه شخصا بگیره کس نه گلش نکن برامد او بچه دیگر فشار میکنم نکو نزن چوب بچه نه که تو کشیدیش فتش گشتم اینه مطاب تو چی کار دارید این فیوسک از او غیر بس رو تایت نکو که سمی کاره که کار نداره کار داره خب بچه چقدر ترش بود بخی اگر قنگ می قواره میکنی او چیکار پوست نه بچش نلغش نبود سنگ اینجا نلغه کاش کلش سونستی جمع کرده بود نه خیلی می چرا تو بعد بسنم سعی میکنی روانی بچه دادان تو را کدی جویدی مرا می سعی کنم مکنداختن اوه او تو خورده تریشال کده رایز که ایران بونی حالا دیگه ترش هست باز ما هم شارت میشم که بخورم بخیر رقم شارتی میکنی شما که تم خواره اوه دیگه استیکو در بینتان حالا مرا برق نگیره یک تکه دل رودرش ششت میده یک تکه ویتامین سی است بخور بابا برای چی خوب است؟ برای کدام مرض خوب است؟ کل مرض خوبه واه دوستا دیگه جایتان خالی دیگه اینمت شمال اینمت باران اینمت دیگه شروع بار اینمت چکری دیگه از این دیگه جای مزدار میلی مزدار جمع باشه که دوست امیت رفیقای بس بود چیه کیف میکنه؟ واقعا اینمت مثل ما وره 1-4-5 تا همت رفیقای بس بود اینمت جایکای مقبول و زیبا برین دیگه شروع همت بار باشه و شروع چارکاری تند و تیز هر چیز داشته باشه به راست گفتی والا تنها رافی خورده رئیسو اون مسکین سعی کو تا رقم قواره کرده جالم بره لالا جالم بر بارونه کلش خوردی دوستا دیگه بخیر نان و آماده شد بخیر گاز گل کردیم گوتکارم کشیدیم دیگه از یک سونم دیگه نان خشکم رسید نان خشکمون خیلی بینه قاسمی جان آورد دیگه چی میگنش اما تا هم باران است هم جاله دوستای عزیز هم وقتش نیست حالا بشه یک تا سنگینشا خدا رو لالا ربانی همونان جوان سر قاسمی سب میچم بچه بگیره بخیر نان تر کنین تو بلده کوستا توتا کنین میگم نان تر کنین توتا کنین بخیر نه امو تو نکامو تو خوب است چی؟ نه ریزه کنین نه تو قرمه خو خیلی بس تو نمیگم لولا رقم راحت است سیس آفرین برای تو نکنی کی دلش میشه کی نمیشه حالا این بیادر ممرو تو خانه تکونی شده یا کما کدم او پوک ام بوتل او پوک بده تو امی کوسا یا کما که خوب صحیح او کشش کنین اینجا بوتلاو قربانت بگو شوان اینا بوتلاو اینه بسم الله اینه بلال جان اینا بچه دوستا دیگه قهوه یخ شده که دیگه اینی کاسه دیگه دو تا است باش لالا ای خیلی بینین میلا جان بگیرین نان ریزه کنین لالا خیسنگین شو اینی مای کار تسلیم تو میکنم ما هم نان ریزه میکنیم لالا خدا رو لالا ما ریزه میکنیم دیگه سر صدای پشاس دیگ زیاد تا صبح سنگین شو جان لالا ریزه کنم یا کٹا نامش نگی مقصد تر کو میدهش که امروز موضوع میگیریم ببینیم اشتیاقی زیاد است صحیح برو صحیح خوراک کی زیاد است بسم الله مگه طرف سعی میکنیم خودم دوست خوبش یاداری
تیمه؟ والا اما تو گشنام شدیم بای والا بابی تو که میگیره بونجا بخورین که فهمیدی در زندگی دیگه این مزه از دانتان نره اگر در کوه مردیم حداقل شکم سیر خب بموریم والا دم تو جای شروع مزه میده والا دینم تو جای نون کردم یا تر کنی مزه میده به خاطر جنوی مهر محبت و دوستی و صمیمیت و وطن و وطنداری و کلا بله همین گلبدینی رقم دق قریم علوم مثلا گلبدین لالا ما دق ناوردیم گلبدین قاعد گرفت امروز قاعد گرفت گیت نگو در تاریخ نگرفته بود تام خدا بتنام ما بتشه بشه خدمت کنم اینه ما لالا جونه مشکل جان لالا بس سه زود بخار دیگ نای برای مارش لالا ربونی دمی شروانی اینه می نان خونه که تندوری همه ترس باش یکان وقتی بیادن گل تندور میکردن یک کیلو گوشت هم بیاد یک شروع کنیم دیگه باسو یک کیف دیگه هم میکرد بابا جون یاد سابقا بخیر همه یاد او غایتا بگو چقدر تندور میکنیم ربون یاد است والا یادم من غایتا خوب غایتا بود او غایتا بله میگه یک غایت او غایت ده غایت ای غایت والا او غایت خوب اونو سختک دیگه هم پاس کلا در دیگه سلام نموندم از سر دیگه وز میکنم نه میکشی خدا ها؟ آه چرا بکنی گفتی میده چیزی که پیدا لالا رمون یک ستک نون خوش بگرم بگی لالا نان صدقه سنت فون دوستا تو خنک ما از ساله بلسای جمپرم ناوردیم نوردی؟ مر لالا بگیده نان همین نان بسیار کم ناورده نو بچه همین شغلان که مرا بدنیم که مدام دورم باشم بسیار باز کیف میکنه خیلی بینه بیادر گل لالای ما رئیس رئیس از دیگه خرابات زدن چقدر خرابات داره؟ به نظرم دو نفر سیر میکنه باسه سالالا سکتشو اما قشنگه که کم کم سر چه نکنی والا دیگه چرا؟ شکم نولا نکنه نه میکنه او بیادر دست خدا گرم میکنه مگریزین حساب که تانشون نگو بسیار بخار مونده و بچه تایی که بخار تایی که یه روشن ای قوات شکم ما شما باشن فجار میکنیم والا بسیار کنیم دنیا والا ما نگو را بونی بونی چند دقیقه موصوله نه گرم میکنم بابا جون یا چند دقیقه موصوله به خیره نه که بخار داره اتر اسو دولت جوش است نه جوش کدام میره در یک جای کده چرایی سر ما فایل کدن خدا چند بجه؟ دمو یک سفر دیگه بوده خو خب شد که بخیر ترسه لالا سره ربونی تا نزدیکش بود خیرات سرتان گشت والا نزدیک تو باید شد بخیالا نزدیک ربونی بوده همین ربونی مطلوب میگه بیشتر همینجا فایل شد نبودی دو سفر خب بچه فقط اینی در قطار بیشینه نمت فهمیدی بگه چند نفر دستمال مرا چی کردی؟ نماز میخونم تعداد یک دیونه خدا قبول کنه چرا قبول تو سنگی شو پرکای چرمی واری بسته کردی بوده والا باران بود کفتم دسر ما بخیر والا باشو بعد معلوم میشم ها؟ نه دیگه نه بعد معلوم میشم ما از خاطر باران گرفتی بودم مقبول برام شروع برآمد نه برام یک بغل برآمد میگین اونمی طرف لاورش چی داره؟ خواهم مشکل داره خدا کنه که در ما خیر کنه که نام ما دست ربونی داده یک بخار خواهد کشتش نه خدا نکنه لالا باش به خاطر که مثلا تان میبینم این همیال بزکا و میلردی باش بزکار همینانه بخودی که یک در گرم بی لالا
مرچ خودت میخوری کلش کن؟ برو واسه صبر کن کل مزه و تازهش رفت ربونی امیول دیگه شروع را چی میگین؟ باور کن بچه میلاد اوره جان چی عجله میکنیم نکن. مزهش رفت بخی مزه تو چیه عقشو پسی تو من انداخته من آفرین ربانی چی گلبودین که هستا کلاه خودت تو چی میکنه به خاطر که باش یاد رقم بچه ها امی گلبودین اینی جلسا چه وقت از فرم کمره مبرای نیست تنیش نامه او قربانتان شوم راست میگه با بدر بیشی لوگه بیشی ما نوسیده صوت میشیم تو بیشی نه علاوه بلاغ مکن استادم باشیم فامیدی سر گلبودین هم موقع بلنده نه خدا بگویم آستا مگه ما که سعی کنم گلبودین دقیقه آورده نه نوردیم لالا در نظرت میام تو نگفتی کچوناک از کل شما کی دق میاره تو لالا نه یک ذره خود باران خنکه آجای ایره خنک گرفته سیک رفونی آجای ورشته ما میگیم دو بالا دیگه آجای ورشته بیشی سیک کنین بخیر دیگه یک بخار ازی خلاص نمیشی چقدر بخار کم کم بازش کن لالا وقت چیز گفتم دیگه کمی بکشید دیگه علیم میشه دم کوی او بدر چی میکنی تو لالا سعی باز دست رفونی مگیم کشتن نشه میانه بادیگاردش هم هستیم که باشه به در قربانتان شما و صدقیتون شما که من میگم از زودتر باشه که از گشنگی دل بیادر یک تک من میگم مایده رودا کت رودا را خورد کت رودا مایده رودا را خورد شکم کم بده نخوره وشکن لالا خاله توپ موتر بره یک عادت پنچر میلاش کمبه داره خیال گوسفند کدیشه چی بلا تو در خوردنت نمیفهمی من میگه شکم بداری میلاد جان یه دقیقه نکن خیلی تو کمک باز بخار زود مبرایه باز کم میلاد خب بخی یک دانه وای یک دانه هم کل آواز رو کشیده اولی چرا نام برای بدری چی رقم دیگه بدری دیگ بیلار ورسته اینی دفتر کرده و بدر دیجان خلاص از او باشه انسان فرق پر کردی او باشه سر از گوز میشه مکمل خب بس ما دیگه می درره شروع میتیم لالا دامن شروع دراز است یگان میمان می یگان کمکی میخوریم سلو نه با قرچ که میره مزه و تزیزی میره بخیر چیمای دل مرا حالا بودی میگه بستا سنگشا رو قبول کن لالا وادش نمیگم نکن لبان که شمال بود نوی در سر ما شیشته بچه اشترا لقا گرند بوده تاجان داری تو والا تاجدار است ما خوب یادر به تاجش باز یه بزن بچه بخیر بیاری کاسایتونه چی کردی کاسه ما خودت نه ما خودت کاسه ما اینجا خود روانی جان سرخان در کجا بشینیم تنهاییست است تو اونی جوار کنن لالا روی تو نیست و پشت تو نیست صحیح است کوکو دمی آخرام یک رقم سرت نو او اگه نو بچه ای کو تو فرق پر بوده از جان ده اول برای من بکش والا مت شروع آمده که والا که دمی شو توی تک خورده باشی رقم پردی وای پردی که دلک لالای زوف کرد از گشنگی پردی یادر امیر دیگه ما خودت داریم او بدر باران ترم میکنه میمونی که دسرم میبود چی میکنی رمونی از دست بر خطایی خیر یک تو تا گوشت آمد شروع بی گوشت میتیم و اینی پرده لغمه گوشت پردی یعنی زردک نپردی کچولو پردی برمون چه من گوشت برتون پسان کردم که تو کچولو پردی کچولو نه پردی کچولو یک نونه پردی کچولو زیاد انداختیم برو خیره برتون من نو صدقیت شمم روانی جان مرا یک ماچون بتی از این تختی پیشونوی بده یک مادر یا اگه با سبا میگیرم نه باز نان میخوریم با او خاطر رستوران تو خانه خودم و مهمونای خودم را خوش آمدید میگه لطفاً به تعداد 2 نفر در تایرر دسترخوان نه کاسه تشریف بیاورید دسترخوان خم شویم ها او بدر میز خانه زد دسترخوان خود دسترخوان است ما دیگه. بگیره خیلی ما رفتیم تو پشو یک دقیقه اینه برتون من بازم ما اینه کیسری کچولی جنگ ما کدی کی هستم ما کد رفیستم هو بده کت ماسی کت خب، کی بیشی خب، میده سعید. قصهش نه باش سعید لالا
صحیح باش که کچولو وات شد چالی ما دیگه جای نه ماره او خدا یاره بس بابا بس خیر خیره برتون من دازم بر کلاگی شب بیشیم دامن شوروا هم تو کلون هست ایلاش برام دمی یکمک زیادتر پرتو که 3 نفر هستیم خواه باش که گوشتش نفتن لالا رافه امیر یک چند دقیقه بگی دستم نشه زود میایم ما برو لالا برو بسم الله کلالا بخورین خیلی دیگه شما اینجا بخورین یا پام بزنین این مدرسه انجینر صاحب دیگه بخشش باشه دیگه ما نوش جان میکنیم تو میبینی دیگه سنگ شاک مزه چی رقمه عقد ببخش متو مزدار که خورای مزه تو من یک دونه گل بده واه یک دونه گل بده بیادرتون آه نه اونجا بشینو هر جایی که میشه چی یک مزه بیده سعی یک گرم است ما گفتم منو شلوارخ نخوردیم ات یک مزه میتا من میگم مزه بالاتر یک چیز دیگه میتونم چی میتا تازه تازه هم یک خواه بیادرم اونجا تو چرا بونی جان دا خورای مزه دیگه مزه واه کچولو رسای کو همی زردک میگه مرا بخور بخو چشمک میکنه طرفت والا هم تو جانم یخ بود همی دیگه شوربا یک کیف میکنه نه گل بدین 4 قط که پیشه که شوروا رو مزه شه بفهمی لالا اینجا ما چبلیت زیر پایت با بشی نه خودش کاش بشی لالا بدر یکیتون می آمدید اینجا کدما میگرفتیم یک کاسه یک نفر گرفتین یک کاسه 3 نفر و همو گل بودین و بچه گل بودین تنهایی لاکه ده بیا یکی تو خیلی لالا بخیدم دل چیز نگرد جگر خون نشه والا تنها نمونه نشه اول چرا صدای تنه میکشی اول دیگه ما گفتم خودتون دیگه میفهمی که دو نفره واقعا دیگه دوستان جایتان خالی خیر ببینید روانی جان واقعا چطور است والا شروع چطور چاریکاری است دیگه خلاص سالنگی گفت خودش سالنگیه سالنگی چاریکاری سالنگی. کلیش یک راستم یک راستن با بدرم این گوشت چرا نکشیدیم ترکده رو بخور تو دقیقه گوشت نان خلاص شده دیگه نان خوش میاریم بره گوشتش نگاه کردیم ما من دادیم دیگه هم شروع شود گوشتش مکمل او شدن حالا دم شروع کرد شدن یک رقم دست بیا گرفتم انجینر دوستا بلنده ما باشن که انجینر صاحبم بیا که با شروع که یک خورده نمیشم بیا نوش جانتان نوش جانتان دمی هوای سر اینمی شوربا اینمی تو سرسبزی اینمی تو طبیعت اینمی بچهای قند مهربان تو ای خیر ببینید زنده باشید روانی جان دست پنجه درد نکنه یک روز از دسته که گلبودین یک چیز خوبش پخته کرد ما گفت مگه دختر میبودیم من میگرفتم تو مگه دختر میبودی من تو میگرفتم من مادر کلانتون هستم مادر کلانه نمیگیره مادر کلان و بدر مادر کلان بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله بلند مایک بگی اول مایک با چه قسم دعا کنم بسم الله الرحمن الرحیم خب باش کالا تو مونه که دعا کنیم الحمدلله یک دقیقه چی نزنی در پشت این زبان اینجا خداوند یک دونه اولاد نیک ساله نصیب کنه بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین. خداوند کریم امی جمع که امیجا شیشتیم با جمله دوستایی که بیننده هستند، هر حاجت و هر آرزویی که داره خداوند پاک به حاجت و آرزویشان خداوند پاک برسانشان. ربانی جان خدا تو را خیر بده که دمی رقم شروع پخته کردنت. میلاد جان عزیز انشالله که بخیر نامزاد شدی، بخیر انشالله که آرسی کنی به زودترین فرصت. خداوند پاک اولادای نیک ساله و نیک عمل نصیبتان بگردانه. علی جان هم خداوند پاک تو را هم بلال جان خلاصه امی جمع پیشتر گفتم هر کسی که بیادر هر حاجت ها آرزو هر مرادی که دارین با حاجت آرزو مرادتان برسونیتان خداوند کریم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم برحمتك یا ارحم جان. دوستا را بگو سفر ما ادامه داره، جمع میکنه میره. دوستای نازنین شما بیننده باشین که سفر ما ادامه داره. بخیر در هوای سرد با دلای گرم. خدا یارت.